غلطی خودم میگه کاش بشی راست بگو همین راز مرد پیش من امروز نباید امو گپ میزدم که نژن دوپینگ میکنه یا فلانی دوپینگ میکنه، احمد یا محمود یا مبارز یا دوپینگ. لازم چی بود همین حال پیش گرایوان خود که من فکر میکنم میگم سمی جان خوب کار نکنید. اگر دوپینگ کرده بود اگر نکرده بود ضرور نبود که در مصاحبه تو نامش یاد میکردی یا تو میگفتی خب خیر انسان یک اشتباه میکنه ما اونمو کار واقعیت نباید ما میکردم. من خودم پشیمان قبول داره دلیل ما قبول دارم. من نمیفهمیدم امی هر سن که هر سال بالا میره عقل انسان هم کتش رشد میکنه. امو برادر ما هم چینل یوتیوب یا هم برنامه تلویزیون به خاطر بیننده گرفت او را سرخط کرد و گپ مرا از او باو جور کرد. یک دفعه او را کل اشرق و مغرب خبر کرد. ما یک اشتباه کردم نباید میال در پیش شدیم 4,500 نفر میگم که اگر نژن هر کار میکرد ما رفیق بودیم صحیح یا مکت از او هر کار کرده باشم ما دیوال بودیم جوان بودیم. تو خود نیست که ما فکر که از مسکو آمدیم